سلام، تو این ویدیو میخوایم در مورد هیدئو کوجیما صحبت کنیم، آرتیستی که یه جورایی بر خودش یه کالت تشکیل داده. بریم 20 تا فکت در موردش رو بررسی کنیم، فکتایی که یه سریاشو حتی اونایی که تو کالتن هم نمیدونن. هیدئو کوجیما تو 24 آگوست 1963 توی توکیو به دنیا اومد. خانواده اون بسیار عاشق فیلم‌های هالیوودی بودن و بیشتر دوران کودکیشو به تماشای اونا گذروند. کوجیما طرفدار پرپاقرص سینماست. اون اصلا از اولش می‌خواسته کارگردان سینما بشه، ولی به خاطر اینکه هزینه‌های سینما و فیلمسازی توی ژاپن مثل جاهای دیگه خیلی زیاد بوده، رفته به سمت گیم و همین الانش هم خودش رو کارگردان بازی میدونه، یعنی گیم دیرکتور، و این لقبو به خودش میده و اعتقاد داره که کارگردان بازی از کارگردان فیلم کار پیچیده تر و سخت‌تری داره انجام میده. به عنوان یک کارگردان گیم خیلی زیاد هم با سلبریتی‌ها و کارگردان و بازیگرای سینما سر و کار داره و یه عده کلافه شدن از اینکه چقدر میخواد شوآف کنه که من این سلبریتی و اون سلبریتی رو میشناسم و توی گیماش هی از بازیگرای درجه‌ای که سینما استفاده میکنه. کوجیما تو نوجوانی به مطالعه رمان‌های جاسوسی و جنگی علاقه‌مند بود و خودش هم داستان‌های کوتاه می‌نوشت. اون حتی تو دوره دبیرستان با دوستاش یه فیلم کوتاه آماتور با محوریت زامبیا ساخت. اون تو دانشگاه اقتصاد خونده و بازی سوپر ماریو زندگیشو تغییر داده و به سمت گیم کشوندتش. بدون دانش برنامه‌نویسی کونامی اونو به عنوان مدیر پروژه استخدام کرد تا تو ساخت بازی‌ها مشارکت کنه. اولین پروژه کوجیما تو کونامی ساخت بازی پینگوین ادونچر برای رایانه‌های خانگی MSX بود سال 1986. توی اون زمان اون هنوز برنامه‌نویسی بلد نبود و این موضوع سوژه شوخی همکاراش بود. کوجیما خودش طرح بازی متال گیر رو بر اساس یک بازی جنگی مخفی کاری داده و در واقع اولین گیمی بوده که توی این ژانر ساخته شده. تیم ایده اولیه اون رو رد کردن، اما کوجیما شخصا به مدیران کونامی مراجعه کرد و در نتیجه بازی متال گیر ساخته شد. بازی متال گیر داستانی عمیق داشت و منتقدان اونو بسیار پیشرفته در زمان خود دونستن. این بازی سبک مخفی‌کاری رو به شکل مدرن وارد بازی ویدیویی کرد و تأثیر ماندگار بر صنعت گیم گذاشت. متال گیر سالید صنعت بازی رو دگرگون کرد و بسیاری اون رو بهترین بازی پلی استیشن نامیدن. سونی به حدی به کوجیما اعتماد داشت که 2 سال پیش از معرفی PS2 یک کیت توسعه کنسول جدید رو در اختیار اون گذاشت تا برای اون بازی بسازه. توی متال گیر سالید 2 کوجیما مسائلی مثل کنترل اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی رو چندین سال قبل از فراگیر شدن اینترنت به تصویر میکشه. به همین دلیل اغلب این بازی رو یکی از اولین آثار پست مدرن در صنعت بازی میدونن. کوجیما خودش توی متال گیر سالید 5 به عنوان یه شخصیت قابل بازی ظاهر شد. جالب این که در طراحی این شخصیت عینک مشهور او به دقت بازسازی شده. برای ساخت متال گیر سالید 4 کوجیما اول می‌خواست کارگردانی رو به دیگران بسپره، اما بعد از دریافت تهدید به مرگ از برخی طرفداران ناراضی سرانجام تصمیم گرفت شخصا این بازی رو کارگردانی کنه. چند ماه بعد از انتشار متال گیر سالید کوجیما کونامی رو ترک کرد و استودیوی مستقل خودش با نام کوجیما پروداکشنز رو تأسیس کرد. سونی برای اولین بازی این استودیو سرمایه‌گذاری کرد و قراردادی برای ساخت یک بازی بزرگ با کوجیما بست. تو مراسم E3 2016 کوجیما با فریاد من بازگشتم از بازی جدیدش به نام دث استرندینگ رونمایی کرد. این بازی در نوامبر 2019 عرضه شد و با وجود دریافت نقدهای مثبت بحث برانگیز هم بود. I know that Leah meant something to you. Stop it. I'm sorry. It wasn't your fault. You don't have to ever say sorry. Not to me. You're one of the good things in this world. That's what Glenn thought. Glenn would have wanted me to look after you. شخصیت اصلی دث استرندینگ از اولش بر اساس نورمن ریدوس طراحی شده و کوجیما اونو توی سریال واکینگ دد دیده بوده و انتخابش کرده بوده. علاوه بر اون کوجیما برای بازی از هنرمندان بزرگی مثل مت میکلسون و لیا سیدو استفاده کرد. کوجیما خودش رو بیشتر فیلمساز میدونه تا کارگردان بازی و مایله که دیگران به او کاندو کوجیما یعنی کارگردان کوجیما بگن. اون حتی معتقده که جایگاه کارگردان بازی ویدیویی از کارگردان‌های سینما بالاتره. کوجیما معمولا روزانه تنها 4 ساعت میخوابه و سعی میکنه هر روز یه فیلم ببینه. علاقش به سینما گفته و همون فیلم مورد علاقش چیه؟ 2001 یک اودیسه فضایی و توی گیماش یه سری رفرنس های کوچیک و بزرگی همیشه به این فیلم میده. اون آرزو داشت فضانورد بشه و تماشای این فیلم اونو تحت تاثیر قرار داد. حتی نام شخصیت های اسنیک و هالو به افتخار شخصیت های همین فیلم انتخاب شده. آثار کوجیما همیشه از نظر روایت و جلوه‌های سینمایی زبان زد خاص هم بوده. اون تو صنعت بازی به عنوان یک آرتیست بازیسازی یا پیشگام در روایت داستان‌های تعاملی شناخته میشه. نشان استودیو کوجیما پروداکشنز یه شخصیت خیالی به اسم لودنزه. اون توی لباس شبیه لباس فضانوردا دیده میشه و همراهش پرچم کوجیما پروداکشنز هست. این نماد نمایانگر روح ماجراجویی و شعار استودیو در عرضه بازی جدید در آینده جدید است. علاقه کوجیما به سینما اینجا تمام نمیشه و حتی
توی یه سری فیلم‌های ژاپنی کوتاه بلند نقشه کوچیکی هم داشته. برای مثال در فیلم اکشن علمی تخیلی ورسس تولید سال 2000 و فیلم تاریخی آزومی تولید سال 2003 به عنوان بازیگر نقشه مکمل ظاهر شد. کوجیما تو سال 2021 یک کتاب خود زندگی نامه به اسم The Creative Gene یعنی ژن خلاق منتشر کرده که توش داستان زندگی خودش رو میگه. این کتاب مجموعه مقالاتیه درباره تاثیر کتاب، فیلم و موسیقی بر زندگی و دیدگاه‌های هنری. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک و سابسکرایب یادت نره. مرسی.